امروز من با یه ویدیو دیگه. امروز متفاوت. امروز من با کلش آف کلنز و امروز میخوایم یک آموزش فوق العاده کاربردی اتک در شب و روز رو بهتون یاد بدیم که واقعا اگر مشکل دارید این ویدیو رو ببینید. اگر مشکلتون حل نشد بهتون قول میدم حل میشه. پس با من همراه باشید. لطفا هم لایک و ساب فراموش نشه. کانال علی مسترم ساب کنید. بریم سراغ ویدیو. خب ما اول مپ شب رو بهتون توضیح بدیم. خب مپ شب که بهترین نیرو خفاش رو سعی کنید مکس کنید. در ما رو من مکس سطح 18 سعی کنید مکس کنید و با خفاش هم رو کنید، چون که هم زمینی هم نمیکنه هم هوایی. خیلی خوبه. خب مثلا الان این اومد برای من چیز خیلی خوب آسون. الان شاید بعضی بگم وای شاید سخت، ولی خیلی آسونه. ما اول خفاشو باید اینو نابود کنن. این چیه؟ خمپارانداز رو باید همیشه اولویت قرار بدیم که اولی خرابش کنیم و بینیم نیروی هواییش بیشتره یا نیروی زمینی. الان میبینیم نیروی هواییش بیشتره چون اینا رو داره. اینجا فقط دوتا. خب حالا ما بابا این حمله میکنیم زمین. خب ما همه رو اینجا میزنیم، قدرتاشون هم به وقتش. مثلا این چند تا میزنیم که بوم یه دفعه نه همه رو خراب کنه. بله حالا این هم دیگه همون اول میکاریم. خب دید داره جونشون کم میشه، یعنی در خطرن. همونجا بزنید قدرتشونو، جونشون تا کم شد بزنید حتما. با این روش خیلی راحت میتونید اتکاتون رو 3 کنید و یا 6 کردن. برای من میرم یه دکت دیگه. لطفا ویدیو رو لایک و ساب کنید و این ویدیو برای دوستاتون بفرستید که من کلی انرژی میگیرم و ویدیوهای خیلی بیشتر و بهتری براتون میذارم. خب اینجا ما دیگه تغییرش میدیم به هوایی که خیلی قویه واقعا. بزنم بله زد. خودشو فعلا نمیزنیم چون که فعلا لازم نیست. میایم جلوش هم نگاه میکنیم. مثلا جلوش چیزی هست که من میخوام بزنم مثلا میذاریم وقتی رسید به این توپ یا وقتی رسید به تالار بعد میزنم. این هوایی هم اگه داریدش حتما بذارید 3 تاش باشه. 3 تا منظورم چیه؟ این 3 تا میبینید الان 2 تاش بنفشه، یه دونش داره پر میشه. بذارید پشت. قدرتش که میزنید خیلی قوی تره. وقتی هم خفاشتون ببینه خودشون قدرتشون میاد. بله این ویدیو اینم 6 شد فکر کنم اگه وقت یاری کنه. بله 6 نمیکنه چه قدرتش خوبه. اگه این سب ویدیو هم دوست دارید لایک های این ویدیو رو به بالای 100 تا برسونید که اگه برسونید من پارت 2 این اتک زدنم براتون میفرستم. پارت 6 یعنی چی؟ پارت 2 اینا میبینید چی شد. پارت 2 یعنی اینکه که من نیروی دوم، یعنی شاید ما اینا رو نداریم، حالا نیروی ضعیف‌ترم بهتون معرفی میکنم. پس برای همین ویدیو رو لایک کنید. خب ببینیم مپ روز. هر اتکی الان بخواید من میتونم 1 کنم براتون. هر اتکی اصلا جام از من خیلی وقت کم نشده. میتونم واسه بیارم براتون. داخل حمله ها حمله ببینید همه یا 1 یا 2 یا 3 بمره اتک. حالا هر اتکی بود من میرم. الان اینو مثلا میرم
مثلا کاریدار راحت دو میشه. ببینید اول شما هدفتون تاناله، چیزایی که پیش تاناله رو پاکسازی میکنی که اصلا مزاحمت ایجاد براتون نکنن. همه مجموعاتون رو خرج شد، بذار خرج حالا من همه رو خرج کردم. 3 تا الکترو یا اگه اژدها داری 4 تا اژدها یا 5 تا و کل قهرماناتون وای میست. تانال زده شد، تمام شد، راحت تانال زده شد. اینا رو اینطوری میکنید اون گوشا کنجا، 1 کنج 2 کنج 3 کنج، این کنج نیست ولی میذارید بازم اینم اضافه اومد میذاریم. قدرت ها رو فعال میکنیم. این به راحتیه، هرچه تمامتر دور شد. و اگه اینجور ویدیو هم دوست دارید لطفا ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم فراموش نشود. خدا نگهدار تا ویدیوی دیگه.